ساعت دعوت سر شد. از جای خود خیز، بالای کوی صفا برآ. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی از خویش و تبارت سر کن. به خویش تبار فرمان بده که بس بت پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند: ای بنی فهد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهایی بودند که در اطراف پیغمبر خدا اولادهای پیغمبر بودند. اینها را فریاد زد. همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت: اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنید؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. گفتند امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر میدهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او، از عذاب او بر خویش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگن اگر چندی که خویش و تبارش باورم که نکردن، لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادند، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود از جای خود میگه راست شد و گفت: تبا لک یا محمد، هلاک شوی تو ای محمد. الهذا جمعتنا هذا اليوم، همین فیراد تو، همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردند. این اولین اذیت و اولین سرزنش پیغمبر خدا از طرفی کی بود؟ از طرف عمکش ابو لهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگویند مفسران، سوره مسد هم میگویند، سوره لهب هم میگویند. ابو لهب از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید روز در بازار ذوالمجاز بودم، یک جوان را دیدم خیلی زیبا بود. مردم را میگو که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وی وارد جنت می شود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان میزد و میگو که سخن این دروغ است، این باور نکنید. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتند این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابو لهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابو لهب این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چیکار کرد؟ نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد هر دو دست ابو لهب و هلاک شد. هر دو دست، مفسران میگویند مقصد از هر دو دست این همون جنس ابو لهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابو لهب که عاقبت هلاک شد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابو لهب مفسران میگن خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم بدولت بود. ابو لهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت. کنیتش
ابن عتیبه بود. این عبدالعزا گفته یک بوت هم میگن. همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت به معنای که یعنی بنده عزا هستم، من بنده همون بوت هستم. ابولهب از خاطر آن میگفتند که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربه ها هم آتش شعله‌ور لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت با این معنا کنیت ابولهب گذاشتند. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار به دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سهولت من مرا نجات میدهد. هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم؟ خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابولهب به ابولهب هیچ فایده نه آورد. البته این به یک ابولهب تنها نه، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابولهب در آتش شعله‌ور داخل میشود. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابولهب ام جمیل بود. این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگه کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود. هیزم که به منزله که خار میچین و شبها می آورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را میپرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار ام جمیل زن ابولهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد. و همین زن ابولهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف خرما. سه فرزند داشتند: عتیبه، عتبه و معتب. دو بچه همین ابولهب داماد محمد بودند. دو بچه همین ابولهب، یکی عتیبه دیگرش عتب. عتیبهش ام گلثوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت. وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردند خواندند، چی ابولهب و چی زن او ام جمیله به نهایت غمگین شدند و به نهایت یک غضب کلانی در آنها پیدا شد. و ابولهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت شما فرزندان من هستید. امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهید که بین ما و شما پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگد ام گلثوم پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختری رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلثوم این ما از همین روز اعتبارا طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگه چیکار کرد، بلکه میگه در دهان خودش میگه یک مقدار توفی را جمع کرد و به بالای پیغمبر خدا میگه توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توف غلیظ این بدبخت میگه به چهره پیغمبر نرسید.
نرسید، لکن این اعمال زیشت، این عمل زیشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده می شود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. با بیدردان ز درد دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی. عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن. رسول اکرم بسیار غضبناک شدند و میگه دست برداشتن گفتند اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم، با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراه پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت. و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند، در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند. گفتند که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یگان ضلال بر همین فرزند من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرای قرآن میگوید شعر میگه از شعرهای خدا میگه بالای اشترها حرکت میکرد. اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه به ناگاه همان راست عتیبه دا آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند و میگه زمانی میگه هجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدند. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد، عاقبتش همین است. این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات چند مفسران میگویند که وقتی که میگه شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر این مشرکان عرب شکست خوردن، بسیار غمگین شد میگه و با کسلی آبله میگه گرفتار شدند. این کسله میگه چنان کسلی بود که هیچ کس با او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگه در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که با این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد. و از دور میگه با واسطه همین چوب های دراز تله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردند و یک چاه کندن، در همون چاه پرتافتن و بالاش خاک پرتافتن. همچنان میگه این دشمنی خدا از دنیا گذشتن. این یک طریق مختصر همین تفسیر سوره مسد است. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید
اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سواره تون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست. این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دوره های پیغمبر بودن اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دوره های پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر ما فکر میکنیم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد. این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم. فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهکار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیات قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهکار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهکاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلۃ التعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند.
برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین نمازهای قضا را بخوانید و امید فتوای هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز، سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد این را ضم کنین، بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین پیشوای مردم شدین نماز مردم خواندنی که شدین فلیخفف نماز سبک بخونید، فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراسیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینها در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نماز قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک ده کدام اسلام بهتر است ای پیغمبری خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتن یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن، اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این 2 امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند،
این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زن تو و خواهر تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یگان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام می شود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال